کنگلوی عزیز. بسیار خرسندم جناب کنگلو، باز افتخار دادید، در خدمت شما هستم و گفتگوی خودمون بر سر گفتمان جبر و اختیار رو پی میگیریم. بسیاری از بحث‌های دردسرآفرین در طول تاریخ اندیشه برای اینکه حل و فصل بشه، برخی از آدم‌ها گرایش ویژه‌ای رو پیدا کردن با طرح مباحثی، المان‌هایی، برساخت‌هایی به شکلی از دوگانه انگاری کشیده شدن که بتونن اون دشواری‌ها رو حل بکنن. حالا فارغ از این که بخوایم به بحث خدا بپردازیم، ولی ایده و برساخت خدا در واقع به وجود اومده که برخی از پرسش‌های دشوار رو پاسخ بده. فطرت، روح و بسیاری از این نوع غیر ماده، متافیزیک، اینا بحثایی بوده که شکل گرفته برای اینکه به این دشواری‌هایی که بشر داشته پرسش‌های بسیار بسیار پیچیده و ژرف پاسخ بده. در بحث جبر و اختیارم چنینه، دوگانه انگاری و دوالیسم، اینکه ما برای آدمی روحی رو تصور کنیم، یه فطرتی رو تصور کنیم، یه ودیعه‌ای از یه جایی دیگه، حالا مؤمنان میگن از طرف خداوند یا خدایگان، که بتونه دشواری بحث جبر و اختیار رو حل و فصل بکنه. خب توی قدیم مهمترین دلیلی که جبرگرایان کلاسیک برای نقد اختیار می آوردن اینه که همون زنجیره علت و معلول از یک طرف و ضرورت علت و معلول، به این معنا که به هر حال هر پدیده‌ای برآمد پدید آورنده ها و شوندها و فرمودها و دلایل پیش از خودشه و بعد بین این دلیل و مدلول یا علت و معلول هم یک نوع سنخیت و ضرورت و ناگزیری هست که اولی باشه دومی هم هست. خب این یک دلیل بسیار بسیار استواری بر علیه اختیار بوده، همچنان هم هست. بعد اختیارگراها برای اینکه این موضوع رو پاسخ بدن، بحث روح، فطرت یا دوگانه انگاری در مورد انسان رو پیش گذاشتن. بخش‌هایی از این نوع ایده ها رو من در باورها و داوری‌های شما می‌دیدم، با اینکه می‌دونم شما ایتیست هستید، دوگانه انگارم نیستید، ولی خیلی جاها که استدلال می‌کردید ما نمی‌دونیم و فعلا بشر نمی‌دونه و یا در مورد دانش بشر انقلت و تردید ایجاد می‌کردید، به نظر من می‌رسید که به دوگانه انگاری یه جاهایی نزدیک میشید. رشته کلام با شما، پیشاوردتون رو پیش بذارید، با مخاطبین یه احوالپرسی بکنید تا بعد بیشتر با هم کندکاف کنید. درود بر شما دکتر کریمی عزیز، درود بر بینندگان خوب برنامه‌های خوب شما. بله، من همونطور که شما گفتین، من نه دوالیستم و نه خدا باور. بنابراین دوالیستایی که توی فلسفه ذهنشون، فلسفه مایند، تفاوت بین ماده و غیر ماده رو عمده میکنن و انکار میکنن که ذهن انسان در حقیقت همون خصلت برآمده از مغز هست، در حالی که من معتقدم که ذهن انسان چیزی نیست به جز خصلت برآمده از مغز. بنابراین بین من و اونا یک خطکشی بسیار پررنگی وجود داره و دوالیستا معمولاً اون چیزی رو که اونا، یعنی از اون جنبه‌ای که اونا این بحث جبر و اختیار رو پیش میبرن، همونطوری که گفتم روی اون قوانین هویتی لیبنیتز هست که رابطه بین ذهن و مغز رو، یا ماده و غیر ماده رو تعیین میکنه، یعنی ذهن و ماده رو تعیین میکنه. این اونا روی این داستان که دو نوع ماده که دو نوع هویت، دو نوع پدیده‌ای وجود دارن که ذاتاً متفاوتن و قوانین مختلفی بر اونها حائل هست و میتونن زندگی مستقلی داشته باشن. اونها به طور کلی بر این بنا بحثشون هست. منتها اون جایی که این دوتا پدیده با هم دیگه قاطی میشن،
در درون انسان هست. در درون انسان هست که ماده و غیر ماده، یعنی ماده و ذهن یا ماده و روح یا ماده و جان، اینا با هم دیگه وارد یک تعامل میشن که اونجا این تعامل باعث این تصور جبر و اختیار میشه. این یگانه سازی که از این دو بخش از واقعیت وجود داره، یعنی بخش مادی و بخش غیر مادی، این رو البته انسان ها در درون خود انسان نمیتونن انکار کنن. در انسان ها احساس میکنن یه چیزایی وجود داره که مادیه، که اینا میتونن بفهمنش، لمسش کنن، ببوینش، و یه قسمتی از وجود انسان هست که انسان ها نمیتونن درکش کنن. مثلا ذهن ما رو در حالی که هر انسانی ذهن داره، نمیتونه رابطه بین ذهن و ماده رو، و در حقیقت من میخوام یه قدم بیشترم برم، بگم مادی بودن ذهن رو نمیتونن اینا درکش کنن. اون وقت به این تناقض‌گویی میفتن که دو تا پدیده متفاوت هستن که این دو تا پدیده متفاوت موقعی که با هم دیگه قاطی بشن به یک چیزی، به یک معجزه‌ای به نام حیات جان میدهند، که اینا تمام همونطوری که شما هم گفتید، تمام دستاوردها یا تلاش انسان در زمان پیش از درک ما از رابطه بین ذهن و ماده، که در حقیقت میشه گفت ذهن یک موجود مادیه به خاطر اینکه در حقیقت عمل ماده رو میگیم ذهن. بنابراین بحث من برای جبر و اختیار به هیچ وجه روی دوگانگی مستقل ماده و غیر ماده نیست، و در حقیقت من بحثی رو ارائه میدم که روی مادی بودن جهان، حتی اون جنبه‌های غیر مادی جهان برقراره. بله، بذارید یه گام بریم جلوتر. البته باید بیشتر تمرکز کنیم روی این دوالیسم، چون من و شما دست کم روی کاغذ و با ادعای خودمون دوالیست نیستیم. حالا در استدلالامون ممکنه گاف‌ها و خطاهای دوالیستیک شکل بگیره، اون یه بحث دیگه ایه. ولی خب بسیاری از آدم‌ها هستن که در واقع دوگانه انگار هستن. شما مسئله حیات و زندگی رو گفتی، درسته، یعنی بشر وقتی پرسید حیات چیست، زندگی چیست، خب دشوار بود توضیح بده که از این سنگ و چیزای جامد، ماده‌ای که میبینه چجوری مثلا فرض کنیم که موجودات زنده به وجود میان. اونم با تصورات اولیه‌ای که از حیات داشتن، هنوز در واقع اون بنیادهای حیات رو در تک‌سلولی‌ها یا حتی پیشتر بریم در ویروس‌ها و در مولکول‌های عالی، دی ان ای، پروتئین، اینا رو هیچ کدومو نمیدونستن. بنابراین خیلی سخت بود که بتونن بین مثلا ماده به عنوان سنگ و ماده به عنوان انسان یا سگ که میتونه حرکت کنه و کارهای خارق‌العاده بکنه تفاوت قائل بشن. در نتیجه این گونه بود که یکی از پاسخ‌های آسان آفرینش توهم‌ها، بدپنداری‌ها یا کشف به تعبیر خودشون و توضیحاتی بود که دوگانه انگار بود. یعنی اونا خدا را مثلا توضیح دادن که خدا مثلا جان رو یا روح رو میده به ماده و ماده اون موقع میتونه زنده بشه. در نتیجه اینجوری مسئله رو میتونستن حل بکنن. در مورد خواب هم همچنین بود، یا در مورد انسان وقتی میمیره چه اتفاقی میفته. ولی امروز وقتی برمیگردیم به اون نوع الگوهای دوگانه انگار، مثلا در مورد انسان برمیگردیم و نگاه میکنیم اونجایی که به بحث جبر و اختیار خودمون مربوط میشه، باز میبینیم که اگر دقت میکردن میتونستن متوجه بشن که مشکل رو حل نکردن. یعنی اگه فرض بگیریم که در آدمی یه چیز دیگه غیر از ماده هم هست، همه اون چیزایی که من و شما خصلت‌های برآمده یا ویژگی‌های برآمده ماده میدونیم، به نظر عجیب میرسه ولی قابل توضیح با ذرات بنیادین و چینش اونهاست، از ذهن گرفته، از همه اون چی که در مغز ما سراغ داریم، استدلال‌ها و حتی داده‌ها. خب اونا نمیدونستن و در نتیجه مثلا روح رو پیش گذاشتن به عنوان پاسخ. اما امروز اگه برگردیم نگاه کنیم، اگه فرض بگیریم چیزی به نام روح هم در انسان باشه، مسئله و دشواری جبر و اختیار رو حل نمیکنه، به خاطر اینکه
دو تا پرسش ساده میشه پرسید. اگر آدم ها همه روح دارن، دو حالت داره، این روح یا فطرت هر چی که اسمشو بذاریم، یا از ابتدا متفاوته، در نتیجه باعث تفاوت آدم ها شده، در نتیجه جایی و شکافی برای اختیار نمیتونه ایجاد بکنه، یا اینکه نه، روح و فطرت یا هر چیز دیگه‌ای در آدم ها از اول بوده و همانند هم بوده، در اون صورت باعث تفاوت نمیتونه بشه. یعنی یا از اول متفاوت بوده که اساساً تفاوت‌های ما را برمیگردونه به اون اراده‌ای که این روح را یا فطرت رو در ما نهاد، بنابراین جایی برای ما نمیمونه، یا اینکه نه، یکسان بوده، توزیع شده بین انسان‌ها و یه دلایل و عوامل دیگه‌ای در کار بوده و باعث تفاوت‌های پسین شده. در این صورت هم روح خودش خیلی مؤثر نیست، بلکه اون عوامل و دلایلی که منجر به تفاوت و دگردیسی روح‌ها شده باعث این تفاوت‌ها میشه. فشرده اینه که دوالیسم حتی اگر فرض بگیریم که بهره ای از حقیقت داره، پاسخگوی دشواری جبر و اختیار نیست. نظر شما؟ بهتره قبل از اینی که بگیم که هست یا نیست به اون چی که دوالیسم گفته میشه یه خورده بپردازیم. دوالیستا دو نوع دوالیسم به طور کلی وجود دارن. یکیشون، من نمیدونم کلمات فارسیش چیه، ولی یکیشون بهش میگن اوکیژنالیست، یکیشون بهش میگن پرالیلیست. و این اوکیژنالیستا شاید بشه گفت هر از چند گرایانه ها کسانی هستن که به جدایی ذهن و بدن اعتقاد دارن، ولی مثلا میگن که اگر شما مثلا مثلا انگشتتون رو ببرین، این دردی که شما به خاطر بریدن انگشتتون احساس میکنین، این احساسی نیست که در درون بدن شما وجود داشته و بعد این درد رو از انگشت شما به مغز شما و تمام بدن شما منتقل کرده، بلکه میگن این خواست خداست. درد رو میگن یک عمل خداست و خداوند این تجربه خاص رو، تجربه بریدن انگشت رو استفاده میکنه برای اینکه واقعیت‌های جهان اطراف شما رو به شما یاد بده. این یک نوع از دوگانه انگاری است. بله. اون نوع دیگه، اون پرالیلیستا میگن که اتفاقات ذهنی وجود داره که اونا باعث پدیده های فیزیکی و پدیده های واقعی هستن و این رابطه بین رویدادهای ذهنی و اتفاقات فیزیکی به تقدم و تأخر زمانی این اتفاقات بستگی داره و اون وقت ذهن و بدن، کنش و واکنش بین ذهن و بدن در حقیقت اون ساعت درونی ما رو همزمان میکنه بین این دو پدیده. این حالا دلیل این که من به جزئیات دوالیستا میپردازم، میخوام بگم زیادم چرند نمیگن در حالی که غیر علمی صحبت میکردن، ولی من و شما میدونیم که یعنی اعتقاد داریم که به طور کلی دسترسی ما به واقعیت جهان خارج از دو راه ممکنه، یا از راه تجربه یا از راه تفکر. هیچ راه دیگه بر ما باز نیست. البته مذهبیون به وحی هم اعتقاد دارن، ولی من و شما اعتقاد نداریم. اون وقت اون پرالیلیستا یه مقداری بیشتر نقش خدا رو از این ماجرا خارج کردن. اونا معتقدن که خداوند همواره تو زندگی ما دخالت نمیکنه و اونجوری که اوکیژنالیستا معتقدن که هر اتفاقی که برای شما میفته یک واقعی هست که دو تا جنبه داره. یه جنبهش به خدا ارتباط داره، یعنی اون جایی که یک اتفاق فیزیکی باعث درد در شما میشه، یا باعث شناخت در شما میشه، یا باعث یه احساسی در شما میشه، این اینترونشن خداست، دخالت خداونده که میخواد شما رو با
بهتون چیز یاد بده، درست مثل یک مادر مهربان، درست مثل یک معلم. ولی اون پرالیستا میگن که نه، خدا به هیچ وجه در تداخل دائم با اتفاقات برای انسان نیست، برعکس اوکیژنالیستا. ولی یک نوع هارمونی رو خداوند در درون طبیعت درست کرده که اون ضرورت وجود پیوسته و همواره خدا برای اینی که انسان‌ها با وقایع رابطه برقرار کنن و درکشون کنن، درد رو حس کنن، خوشبختی رو حس کنن، غم رو حس کنن، اونو دیگه عبه میبره. اون هارمونی طبیعی که خداوند در درون طبیعت ساخته، اینا رو یه مقداری تبرئه‌شون میکنه از اینی که از اون ضرورتی که حتی، یعنی دیگه امروز حتی خداپرستان معتقد نیستن که خداوند هر لحظه و هر دقیقه تو زندگی ما داره تو هر کار ما دخالت میکنه، برای ما تصمیم میگیره که این کارو بکنیم یا اون کارو نکنیم. پرالیزیستا بنابراین یه خورده پیچیده ترن از دوالیستای اوکیژنالیست در مورد اینی که نقش خدا چیه و رابطه بین ذهن و بدن و یا ذهن و ماده چیه. بذارید ترجمه بکنیم. پارالیست ها میشه گفت همراستا انگارن، یعنی دو تا جهان موازی رو سعی میکنن کنار هم توضیح بدن. و اون اوکیژنالیست ها هم یک آن انگارن، یعنی فکر میکنن همه چیز در یک آن به گونه هارمونیک به وسیله خداوند هدایت میشه. در فرهنگ خودمونم مثلا میگن که خداوند مؤثر در همه وجود در هر لحظه است. اونایی که اوکیژنالیست هستن یعنی هیچ چیزی رو بیرون از اراده خداوند تصور نمی‌کنن. البته اونا هم حالا در توضیح اینکه اراده خداوند چگونه هست گاهی اوقات پارالیست میشن، یعنی به جهان پارالل و در واقع همراستا کشیده میشن. ولی یک آننگارها اونایی هستن که معتقدن که همه چیز زیر نفوذ و اراده خداوند و هماهنگ و خواست خداونده. در برابرش گاهی مثلا دئیستا هم به وجود اومدن، اونایی که معتقدن که خداوند مثلا جهان رو آفریده و بعد گذاشته خودش کار بکنه. برگردیم به بحث جبر و اختیار. حالا فارغ از این بحثای حاشیه‌ای در مورد اینکه دوگانه انگارها چگونه فکر میکنن، ولی اصلش اینه که اونها یه چیزی غیر از ماده هم تصور میکنن و فکر میکنن که لازمه برای اینکه توضیح بدن زندگی چگونه کار میکنه و آدم چگونه اختیار داره. خب ولی ممکنه ما پاسخشون رو نپسندیم. چیزی که من میخوام بگم اینه که باید بپذیریم که در درک دشواری حیات، در درک دشواری توزیع اختیار خیلی موفق بودن و کامیاب. یعنی واقعا اگر ما دوالیست نباشیم توزیع حیات خیلی کار آسونی نیست، از یک طرف توزیع اختیار هم کار آسونی نیست. این یه نکته. نکته دوم، حالا به درست و غلط دوالیسم کاری نداشته باشیم، با همین توصیفاتی که حضرت علی کردید، اگر دوالیست ها ادعاشون درست باشه آیا میتونن پاسخ به دشواری جبر و اختیار بدن با توضیحاتی که من دادم یا نه؟ راستش بخواید من فکر میکنم دشواری در تفکیک جبر و اختیار وجود نداره. آنچه که وجود داره در درک ما از واقعیت‌های جهان خارج هست که اگر ما یک نوع درکی از جهان خارج داشته باشیم، یعنی تقریبا میشه گفت که امروز در دنیای ما همه انسان‌ها یک قسمتی بستگی به گذشتهشون داره و بستگی به نقطه جغرافیایی که توش بزرگ شدن، یه درصدی از جهان بینیشون به وسیله علم دیکته میشه و واقعا شاید بشه گفت تو دنیای امروز کمتر موجوداتی وجود دارن که کاملا از دید خرافی به مسائل جهان خارج و از جمله جبر و اختیار بهش نگاه کنن. بنابراین شما موقعی که به آخرین پدیده‌های علمی که من و شما تو این برنامه خیلی بهش پرداختیم، هم از نظر نوروساینس، هم از نظر فیزیک، هم از نظر جامعه شناسی، هم از نظر قضاوت و دادگستری و نحوه قضاوت در مورد انسان‌های دیگه و آموزش و پرورش، اینها داره به نظر من همینطوری که ما بیشتر و بیشتر دانش پیدا می‌کنیم این مسئله جبر و اختیار راحت‌تر میشه، مشکل‌تر نمیشه. اگر
اگر مشکلی وجود داره در حقیقت در درک ما از وقایع طبیعیه. یعنی مثلا همون مثال هایی که من و شما در نوروساینس زدیم که ما میتونیم امروز ما میتونیم اندازه‌گیری کنیم عکس العمل یک انسان رو در مقابل یک اینستراکشنی که بهش داده شده و ببینیم که آیا این عکس العمل مختص خود این انسانه یا از جانب یک عامل دیگه‌ای هدایت میشه. مثلا یکی از بزرگترین دستاوردهایی که ما در دنیای علم داشتیم اینه که ما تا به امروز فهمیدیم که هرچه که گشتیم، نه اینکه خواستیم انکار کنیم و هیچ سعی در انکار وجود خدا نداشتیم، هرچی که گشتیم پیداش نکردیم. یعنی پدیده رو پیدا نکردیم که به جای ما تصمیم بگیره، پدیده رو پیدا نکردیم که در درون این قانون بندی هایی که بر جهان مادی حاکم هست و ما فکر کنیم تمام جهان مادیه، حتی اون قسمتی از جهان که نمای غیر مادی داره مادیه، یا این آرگومنت رو من میتونم برش گردونم روی سر خودش و سر و تهش کنم بگم که در دنیا هیچ چیز مادی وجود نداره و همه چیز غیر مادیه. میخوام بگم که این تباین بین ماده و غیر ماده است که ما رو گیجمون میکنه، ما رو در مورد بحث جبر و اختیار یه خورده کوچمون میکنه، یه خورده سرگیجه بهمون میده. ولی همین دستگاهایی که ما امروز داریم احتیاج به فردا هم نداریم. به ما میگه که انسان چه شکلی تصمیم میگیره، موقعی که میخواد تصمیم بگیره چه قسمت‌هایی از مغز در این تصمیم گیری وارد میشن، این قسمت‌های مختلف مغز که در این تصمیم گیری وارد میشن تخصصشون در چیه و چرا در تصمیم گیری این قسمت‌های مغز که این تخصص‌های خاص رو دارن باید وارد بشن. اگر یک جبری وجود داره دیگه دلیلی وجود نداره که قسمت‌های مختلف مغز که در رابطه با مسائل عادی زندگی، مثلا در رابطه با دوچرخه سواری کردن یا معادله ریاضی حل کردن یا آهنگ ساختن، در مورد تمام اینا مغز ما از یک قسمت‌هایی استفاده میکنه که اون لحظه‌ای که تصمیم گیری میکنه دقیقاً از همون قسمت‌ها استفاده میکنه. یعنی همون اگر تصمیم گیری من در رابطه با یک شرایطی که من باهاش ناگهان مواجه شدم و مجبورم دربارش تصمیم بگیرم، اگر در اون لحظات تصمیم کسی دیگه واسه من میگیره، موقعی که من دارم پیانو میزنم هم یکی دیگه داره واسه من میزنه، موقعی که دارم ریاضی حل میکنم هم یکی دیگه داره واسه من ریاضی حل میکنه و یعنی این دانش رو ما از قابلیت اینی که چه قسمت‌هایی از مغز برای تصمیم گیری وارد میشن و آیا این قسمت‌هایی که وارد میشن کارهای عادی مثل پیانو زدن و ریاضی انجام دادن و دوچرخه سواری رو هم انجام میدن یا نه، چیزایی که به تصمیم گیری ارتباط نداره آیا انجام میدن یا نه. و کل این بحث یعنی آخرین پدیده های علمی هست که به ما میگه که مبنای جبر و اختیار واقعا چیه. آیا یک واقعیت روزمره‌ای هست شبیه کارهای ساده‌ای که ما در طی زندگی میکنیم یا یک پدیده‌ای که به ما از خارج تحمیل میشه؟ ببینید من با شما خب به کل توی این زمینه مخالفم. این که شما میگید دریافت ما از رویدادها مشخص میکنه چیه کاملا درسته، ولی وقتی دقیق میشیم یه موقع شما به عنوان یک دانشمند یک کاری میکنی، دستاوردهایی داری، بر اساس اون تجربه بسیار بسیار جزئی و محدودی رو که مرتکب شدی در آزمایشگاه با شرایط متعارف توضیح میدی. خب ما در پهنه‌های مختلف دانش‌های بسیاری تولید کردیم امروزه و امروزه اتفاقا در انفجار این داده‌ها و اطلاعات هستیم. یه بخشی از کار اینه که دانشمندای مختلف در پهنه‌های مختلف دارن انجام میدن، اما یه بخش دیگه از کار اینه که از این جزئیاتی که به دست میاریم داده‌ها رو هم بریزیم به شکل انباشتی و انتزاعی و ذهنی بر اساس ایما، اشاره و نشانه‌هایی که داریم یک فکر کلی بسازیم. یعنی این هم بخشی از هوشیاری و دانش ماست، بخشی از دانایی ماست که خب بیشتر به فلسفه یا فلسفه علوم مختلف میرسه که میخوام اینو توضیح بدم. در نتیجه مثلا اگه برگردیم به بحث جبر و اختیار، جبرگرایی وجود نداره که بگه یک چیزی غیر از ذهن ما یا مغز ما برای ما تصمیم میگیره. جبرگرایی که به این معنا نیست. جبرگرایی به این معناست که بخشایی از مغز ما تصمیم میگیرن
ولی فرایند تصمیم گیری یا به خاطر داده هایی که جمع شده پیشتر یا اون فرایند و اون ابزار پردازشگر مغز، یعنی اون مرکزی که داره این جمع‌بندی و تصمیم گیری رو میکنه، اون پیشتر شکل گرفته و ما مقهور اونا هستیم. داده هایی که اونا رو شکل داده، فرایندهایی که اونا رو بار آورده. در نتیجه برعکس اون چیزی که حضرت عالی میگید، مسئله جبر و اختیار هر روز پیچیده تر میشه. اتفاقا شما اگر به ترند در مورد باور به جبر و اختیار نگاه کنید، در زمانه ما ترند به سمت جبرگرایی دائما داره بیشتر میشه. در آکادمی علوم امریکا آماری وجود داره نشون میده درصد خیلی کمی هستن جبرگرا هستن، ولی این ترند به سمت جلو رفتنه. حالا من به کجا میخوام برسم؟ هنوز از دوالیسم نمیخوام فاصله بگیرم، از دوگانه انگاری. به نظر من دوگانه انگارها در درک دشواری جبر و اختیار برخلاف اون که حضرت عالی مطرح کردید خیلی موفق بودن، چون کلاسیک ترین دلیلی که باعث میشد که جبرگراهای کلاسیک و قدیمی جبر رو انتخاب بکنن قانون آهنینی بود که در پهنه علت و معلول، شوند و شوندگی حاکم بود. یعنی شما اگر بپذیرید که هر معلولی برآمد یه علتی هستش و بین علت و معلول ناگزیری و ضرورت وجود داره، شما نمیتونی اختیار رو توضیح بدی. اختیار یک خلاف آمده، یک امریه که با این قانون سازگار نیست. دوگانه انگارهای نخستین که اختیارگرا بودن این رو خوب میفهمیدن، برای همین دوگانه انگار شدن، چون راهی نداشتن توضیح بدن که اگر بین علت و معلول یه رابطه ناگزیری هست، اختیار چگونه شکل میگیره. اختیار در هر فرمی توضیح اینه که چگونه این زنجیره شکسته میشه. اگه شما نتونی توضیح بدی چگونه این زنجیره شکسته میشه، ناکام موندی. خب شما در یه جایی با هم بحث میکردیم، با فیزیک کوانتوم یا دیگران هم در تاریخ فلسفه تلاش کردن بگن اونجا چون عدم قطعیت حاکمه این زنجیره شکسته میشه. بحث کردیم و نشون دادیم که این جور شکستن کافی نیست. شکستن این زنجیره یکی از پیش نیازهای اختیاره. شکستن باید به گونه‌ای باشه که اون فردی که این قانون رو داره میشکنه بدونه داره چی کار میکنه. اگه فرض بگیریم اتفاقایی در وجود من، در مغز من بیفته و به تغییراتی منجر بشه، اما من خودم عاملیتی نداشته باشم، باز اختیار نیست، برای اینکه اتفاقی افتاده که من نمیدونم چه جوری. حالا زنجیره علت و معلول از کار افتاده، ولی خودم هم نمیفهمم چه اتفاقی افتاده. اختیار یک مفهوم فربهیه. اختیار، خب مثلا بذارید من یه مثال دیگه بزنم بعد شما پاسخ بدید. بسیار از کسایی که خدا باور هستن امروزه خدا رو سعی میکنن یه جوری تعریف بکنن که با نقدهایی که امروزه به خدا زده شده کنار بیاد. مثلا شما اگه بگی خداوند جهان رو آفریده ولی دیگه ادامه داره خودش داره کار میکنه، یا مثلا بگی که خداوند به جزئیات کاری نداره، خب این برای انسان امروزی که نقدها رو شنیده قابل قبوله، ولی در تاریخ برآمدن ایده خدا این قابل قبول نیست، به خاطر اینکه خدا اساسا به این وجود اومده که همه اینا رو توضیح بده. اگه اینو میتونستن خودشون ادامه پیدا کنن و مادی توضیح داده بشن، دیگه ضرورتی برای خدا وجود نداشت. میدونید چی میخوام بگم؟ امروز شما میتونید درکی از اختیار رو پیش بذاری که مثلا فرض کنیم که یه معنای کمرنگی از اون چیزی که در تاریخ هست درش باشه. منافاتی من با این نوع بحثا ندارم، میشه در موردش بحث کرد، ولی فاصله گرفتن از اون ایده اولیه و اصلیه. بفرمایید. ببینید افلاطون یک بحثی داره در مورد دوالیسم که میگه که این دوگانگی که بین پدیده ها او میبینه و میخواد توضیحش بده، رابطه بین روح و بدن مثلا، یه تمثیلی رو تصویر میکنه که میگه که بدن انسان درست مثل یک زندانه برای روح انسان و این زندانی شدن روح انسان در بدن انسان روح ما رو یا ذهن ما رو، حالا ما بگیم، مجبور میکنه که
موقعی که میخواد درباره حقیقت چیزی رو پیدا کنه به همین ابزاری که در درون این زندان در اختیارش گذاشتن بپردازه. یعنی ابزاری ورای این زندان براش فراهم نیست، ابزاری که به سرعت میتونه برای ما واقعیت رو مشخص بکنه در اختیار این انسانی که در اختیار این ذهنی یا این روحی که در زندان بدن هست وجود نداره. اون وقت اون برای اینکه ما بفهمیم چی میگه، روح ما رو به طور کلی میگه که اجسام یک شکل خاصی دارن که خود اون جسم با وجود اینکه مثلا شکل خاص، مثلا فرض کنین یک سنگ مکعبی شکل، این سنگ مکعبی شکل دو تا خصلت تعریف میشه، یکی سنگ بودن، یکی مکعب بودن. ما قسمت سنگ بودن این جسم رو میتونیم نابود کنیم، ولی قسمت مکعب بودنش رو نمیتونیم نابود کنیم. یعنی مکعب بودن فرم اینه و سنگ بودن عکسش فکر کنم منظورتون بود. نه سنگ رو ما میتونیم نابود کنیم ولی مکعب رو نمیتونیم نابود کنیم. مثلا آیا شما میتونید یه سنگی یه پتکی بردارین یا یک تفنگی بردارین که شکل مکعب رو در ذهن شما نابود کنه؟ نمیتونه شکل مکعب رو در ذهن شما نابود بکنه. بنابراین شکل مکعب یک شکل ابدیه، به خاطر اینی که مادی نیست ابدیه، و اون چیزهایی که غیر ابدی هستن و فناپذیر هستن و تحلیل پذیر و نابودی پذیر هستن، اونا اجسام مادی هستن. و این تباین بین ذهن و بدن رو افلاطون در این مثال بسیار ساده برای ما ترسیم میکنه. و من معتقدم که ما از این دوگانه سازی بین ذهن و بدن واقعا عبور کردیم. ما اون چیزی که افلاطون میگفت در زمانی که افلاطون میگفت درست بود. یعنی واقعا در زمان افلاطون همه درست نبود، پاسخ مناسب زمانه بود. بله برای اون زمان درست بود. بله ولی امروز ما میدونیم ما انسان توانایی‌هایی به دست آورده ورای بدنش، بیرون از بدنش. ما میتونیم بیرون از بدنمون ببینیم، بیرون از بدنمون حس کنیم، بیرون از بدنمون لمس کنیم و قص الهازا. و بنابراین این اکستنشن قابلیت‌های این رو بذارید من یه چیزی بگم. بیرون از بدنمون ما ابزارهایی داریم که بیرون رو میاره در درون. یعنی تلسکوپی که مثلا از میلیون ها متر مثلا فاصله به ما نشون میده که اونجا چی هستش، اون سازوکاریه که آنچه که بیرون هست رو برای چشم ما به شکلی مسلح فراهم میکنه که دوباره در مغزمون. میخوام اینو بگم که کانت به دقت توضیح میده که ما از مغزمون نمیتونیم بیایم بیرون. ابزارها به ما کمک میکنن که مغزمون بتونه در واقع پرسپشن و دریافت از بیرون داشته باشه، ولی ما هیچ وقت از مغزمون بیرون نمیایم. ما نمیتونیم بیرون از مغزمون ببینیم. بیرون از چشممون میتونیم ببینیم، بیرون از چشممون میتونیم ببینیم، بیرون از پوستمون میتونیم لمس کنیم، بیرون از بینیمون میتونیم حس کنیم، حس بویایی داشته باشیم، و بیرون از گوشمون میتونیم بشنویم. بنابراین دیگه درک من از واقعیت‌های خارج به محدودیت‌های فیزیکی بدن من محدود نیست، برعکس آنچه که افلاطون در رابطه با فرم و شکل و ذهن میگه، در رابطه با فرم و محتوا صحبت میکنه که یکیش نابودی پذیره و یکیش نابودی پذیر نیست. بنابراین ما از زمانی که قابلیت اینو پیدا کردیم که سنسوری سیستمای خودمون رو بذاریم بگیم، آشکارسازهای خودمون رو از اکستنشن بدیم، گسترش بدیم، از مثلا چشم خودم رو از حدقه در بیارم و بفرستمش 1,000,000 مایل اون طرفتر که بتونه از جهان خارج برای من داده های دقیق تری بیاره. واقعا همین اتفاق میفته دیگه. اون چشم من نیست که، ببخشید منظورم که اون چشم منه، اون موجودی خارج از ذهن من نیست، یه موجودی که داره برای من از دنیای اطلاعات میاره که چشم من قابلیتی رو نداشت، ولی من ساختمش و قابلیت‌های چشم خودم رو امتداد دادم به اون قابلیت‌های جدیدی که این دست ابزارهای انسانی امروز در اختیار ما گذاشته. بنابراین انسان امروزی هر بار که ابزار جدیدی میسازه که اکستند میکنه قابلیت‌های شناختی خودش رو، داره از محدوده بدن خودش
گسترش پیدا میکنه و میشه گفت که انسان‌های دانای امروز در حقیقت در محدوده بدن، نه در محدوده بدن، نه در محدوده کره زمین، نه در محدوده منظومه شمسی، بلکه در تمام جهان بسط پیدا کردن. و این قابلیت هست که به نظر من قابلیت رهاسازی و آزادسازی انسان‌ها رو داره. به انسان‌ها این قابلیت رو میده که دیگه در حیطه شما موقعی که درباره جبر صحبت میکنین، جبر محدودیت ایجاد میکنه. شما هر چی که نه اینو قبلا با هم بحث کردیم، برای اینکه چون قبلا بحث کردیم ببخشید من وسط حرفتون میپرم. آخه این نیست. جبر و اختیار دو نوع روی کرد به انسانی که ما میشناسیم. شما دانشمندید، با این بحثا و کارهایی که تو دانشگاه هست به هر حال آشنا هستید و دارید کار میکنید. منم همون کار رو و همه این چیزایی که شما در مورد علم مطرح میکنید میپذیرم. وقتی جبرگرا هستم به این معنا نیست که من با این دستاوردهای علمی مخالفم یا شما مخالفید. دو نوع روی کرد به این دستاورد هاست. اگه برگردیم به پرسش من برای اینکه دور نشیم، قدما به درستی توضیح دادن. گفتم اولین و کلاسیکترین دلیل بر علیه اختیار زنجیره علت و معلول و دلیل و مدلوله. شما برای اینکه اختیار رو بتونید توضیح بدید باید این زنجیره ها رو به شکلی مناسب بشکنید. اینکه انسان بتونه به صورت مسلح به جهان نگاه کنه، حالا با ساختن ابزارها یا با ساختن پارادایم های علمی و انباشت اطلاعات و تئوری ها، و بتونه احساس های خودش رو گسترش بده. قبلا فقط میتونست دهات خودشون رو ببینه و اطراف خودش رو ببینه، حالا بتونه کهکشان ها رو هم ببینه. ماهیت انسان که تغییر نکرده، هنوز هم در این که اون دریافت های ما به وسیله این ابزارها آیا بخشی از زنجیره علت و معلوله، بخشی از دلیل و مدلوله، یا اینکه نه، دو تا رویکرد ایجاد میکنه. اختیارگراها میگن که آدم در این زنجیره ها در بند نیست، این زنجیره ها رو میتونه بشکنه به شکلی که اختیار براش به وجود بیاره. جبرگراها میگن نه، انسان میتونه این کارا رو بکنه، بیشتر هم میتونه بکنه، اما همچنان گرفتار این زنجیر هاست. دو تا رویکرد متفاوته. برگردیم به همون بحث خودمون در مورد دوالیست. دوالیستا با طرح این جهان موازی یا یه جهان دیگه یا یه برساختای دیگه میخواستن این مشکل رو حل بکنن، نتونستن حل بکنن. پرسش من اینه که چون اگر حتی به پذیریم هم دو تا شعبه ایجاد میشه، یا تفاوت‌ها از پیش بوده وسیله روح، خدا یا هر چیز دیگه، یا اینکه نه بعداً به وجود اومده که پس برآمد چیزایی غیر از خودشون، روح و خدا و این حرف هاست. همچنان به نظر من بی پاسخ بود. شما پاسخ پرسش من نه. حداقل من میونه اختیارگراها به این اعتقاد ندارم که ما در بند قوانین طبیعت نیستیم. ما شما خیلی در این مورد صحبت کردیم. به هیچ وجه من نمیتونم از کمند ثقل زمین یا جاذبه زمین فرار کنم. جاذبه زمین همواره به من وارد میشه و این وارد شدنش تا زمانی که من در حیطه این جاذبه قرار دارم، این نیرو بر من وارد میشه. ولی من به این وسیله قوانین طبیعتی رو دیفای میکنم، سرپیچی میکنم ازشون، که هر بار که ما ابزاری میسازیم مانند هواپیما، ما میتونیم ثقل زمین رو بر علیهش عمل کنیم، میتونیم بر علیه قوانین طبیعی، قوانینی که بر ما حاکمن. این قوانین تا جایی که ما درکشون نکردیم بر ما حاکمن. به محض اینی که درکشون کردیم، به محض اینکه یاد گرفتیم این قانون بر ما حاکمه و بعد ریاضیات حکومت این قانون رو هم بر خودمون به جزئیاتش پرداختیم، بعد اون وقت میتونیم این قانون رو نفیش کنیم. موقعی که این قانون رو نفیش میکنیم، شاید شما منظورتون این بود که موقعی که انسان‌ها قابلیت نفی قوانین طبیعی رو پیدا میکنن که اون هم از طریق حصول دانش فقط امکان پذیر هست، اون وقت از شر این جبر رها میشن،
از شر این قانون رها میشن. قانونی که انسانهایی که در آمازون زندگی میکنن ولی هواپیما ندارن، اینها در دوچار این جبرن و هرگز نمیتونن از طریق هوا مسافرت کنن. ولی من و شما چون به دنیایی تعلق داریم که این دنیا جاذبه رو فهمیده و یاد گرفته بر علیه جاذبه ماشینی درست بکنه، ما این قانون رو شکستیمش. یعنی شاید بهتره بگم قوانین معمولا جبر ایجاد میکنن دیگه، محدودیت ایجاد میکنن. هر باری که شما یه قانونی رو میفهمید میتونید ابزاری درست بکنید که اون قانون رو بشکنه، یک درجه اختیار رو برای شما، یک درجه آزادی رو برای شما افزایش بده. به این خاطری که گفتم که اون درجه ای از جبر و اختیار واقعا بستگی به جهانبینی ما داره. واقعا به این اعتقاد داره که مثلا خیلی آدمای اختیارگرا سوار هواپیما میشن ولی هرگز به هواپیما به عنوان یک ابزار جبر شکن نگاه نمیکنن. عین همین داستان رو در مورد تمام ابزارهایی که انسان ساخته به طور کلی اگه شما راستشو بخواید، انسان‌ها هر ابزاری که میسازن برای شکستن قوانین طبیعته. و شما اگه به تمام ابزارهای ما نگاه کنید، از ساده ترین ابزارهایی که مثلا کلنگ و تیشه سنگی که در قرون سنگی درست می شده تا آخرین کوانتوم کامپیوترهای امروز همواره برای شکستن قوانین درست شده. برای شکستن جبرهایی که به موجب قوانین به ما حاکم هست درست شده و اینا همواره دارن به آزادی ما رو و اختیار ما رو افزایش میدن. ببینید، به نظر من یه فالسی غلط اندازی تو حرفای شما هست. این که بشر میتونه از طریق تکنولوژی، ابزارسازی و فناوری تواناییاشو گسترش بده و از قوانین استفاده کنه، گاهن قوانین رو دور بزنه. مثلا جاذبه رو به درستی شما گفتین که بشر میتونه هواپیما بسازه، مثال خوبیه، و بره بالا. این به معنی شکستن قوانین نیست، چون ما وقتی از قوانین صحبت میکنیم اون دوگانه ای رو که من گفتم، یعنی بحث کلی و نظری رو باید در ذهنمون داشته باشیم. تمام ابزارهایی که ما میسازیم اتفاقا در کمند قانون علیته. یعنی اینجور نیست که مثلا ما هواپیما رو درست کردیم یه موقعی مثلا فرض کنم الا بختگی هواپیما یه دفعه بیفته. اگه بیفته یه مشکلی هست، میدونیم یه علت دیگه ای در کاره. اگه نمیفته هم میدونیم داره خوب کار میکنه. یعنی اصل قانون علیت رو که ما نمیشکنیم که. ما گاهن میتونیم نیروها رو جابجا کنیم، نیروی بیشتر از مثلا جاذبه فراهم بکنیم که هواپیما رو بالا نگه داره. ما جاذبه رو که از بین نمیبریم، جاذبه هست. ما یه نیروی بیشتری رو با ابزار دیگه ای تولید میکنیم که در این حال که داره هواپیما رو جاذبه میکشه پایین، اون نیرو باعث میشه هواپیما رو بالا نگه داره. همه اینها هیچ کدوم در هیچ شرایطی از اون قانون بیسیک و پایه، یعنی علت و معلول، خارج نیست. شما اگه بخوای اختیار رو توضیح بدی، مثل این مثال هواپیما، ما تو مغزمون متوجه میشیم که اراده میکنیم یه کاری رو بکنیم، اراده میکنیم یه کار دیگر رو بکنیم. جبرگرا که اینا رو انکار نمیکنه که. با هم بارها بحث کردیم. جبرگرا میگه این اراده ها اینا جانبی هستن، حاشیه‌ای هستن. یه مجموعه ای از علت و معلول، یه چینش ویژه‌ای هست، به صادر شدن یه اکشن پتانسیل منتهی میشه که یه کاری انجام بگیره. اراده بحث جانبیه که توی مغز در فرایند فرگشت به وجود اومده. ما نمیتونیم اینا رو جوری عوض بکنیم که از محتوا خالی بشن، یه جور دیگه استفادهشون بکنیم. برگردم، باز من منظورم به دوالیسم. دوالیست ها به این دلیل دوالیست شدن که به درستی درک کردن که این قوانین پایه رو نمیتونن نادیده بگیرن. بنابراین برای اینکه نادیده بگیرن، برای اینکه بر علیهشون کودتا بکنن، دوالیست شدن. حرفم همچنان و پرسشم همچنان باقیه. ما اگر دوالیست نباشیم چگونه میخوایم بحث علیت رو انکار بکنیم؟ و اگر علیت رو انکار نکنیم چگونه میخوایم جا برای اختیار باز کنیم؟ ببین، ما موقعی که در رابطه با مثال هواپیما صحبت میکنیم، من
یک ادورتایزمنتی رو، یه آگهی توی مجله تایم یادم میاد از حدود 40 سال پیش که چند تا از شخصیت‌های بزرگ دنیا رو عکسشون انداخته بود و زیر اون شخصیت‌ها یک کلمات، یک جملات قصاری از اونا رو نوشته بود و توی این جملات هر کدوم از این آدما گفته بودن چی غیر ممکنه. مثلا یکی از بزرگترین رئیس جمهورهای آمریکا، کلیولند، گفته بود که محاله یک روزی زنها حق رأی به دست بیارن. یا از یکی از بزرگترین فیزیسیستای تاریخ، الان یادم نیست در حقیقت، یکی از کسانی که توی دنیای ترمودینامیک هم، گاوس، کد آورده بودن که میگفت که ماشین سنگین تر از هوا هرگز به پرواز در نخواهد آمد. ببین یه ساینتیست، یه دانشمند داره میگه ها که ماشین سنگین تر از هوا هرگز به پرواز در نخواهد آمد. یه ضرب المثلی هست میگن هرگز نگویید هرگز. هر کس بگه هرگز خودشو مسخره خاص و عام میکنه. این دلیلش اینه که ساخته شدن هواپیما، شاید بتونم بگم 50 سال بعد از اون گفته اون دانشمند معروف هواپیما درست شد به واسطه برادران رایت. هواپیما ساخته نشده که برای اینکه جاذبه زمین رو از بین ببره، بلکه ضررهای جاذبه زمین رو از بین ببره. اگه جاذبه زمین رو ما یک دکمه داشته باشیم بزنیم جاذبه زمین از بین بره، ناگهان همه انسان‌های دیگه دنیا دیگه قابلیت راه رفتن ندارن، از دست میدن، یا همشون روی زمین پرواز میکنن به طرف آسمان و پخش میشن در دنیای جهان خارج. ما یه همچین خواسته، ما به خاطر اینکه میخوایم یک کارهایی رو میخوایم به سرعت از یه نقطه دنیا به یه نقطه دنیا بریم، نمیخوایم 99% استفاده های جاذبه رو از بین ببریم. بنابراین ساخت هواپیما دقیقاً میخواد که جاذبه رو در یک مقطع خاصی، در یک مقوله خاصی، در یک هیته خاصی دیفای کنه، ازش سرپیچی کنه و ماشین سنگین تر از هوا بتواند پرواز کنند. و انسان‌ها به وسیله فکر کردن تونستن یه همچین کاری رو بکنن. ما از جاذبه زمین هزاران ماشین میسازیم، ماشین هایی که قبلا امکان استفادهش وجود نداشت چون وجود نداشتن، ولی در عین حال قابلیت اینو داریم جایی که دلمون بخواد از جاذبه استفاده میکنیم، جایی که دلمون بخواد حتی جاذبه رو افزایش هم میدیم، مثلا هواپیماهایی که جت‌های جنگنده‌ای که با سرعت بسیار زیادی مجبورن جهت عوض بکنن. ولی جاهایی که لازم باشه ما به طور کلی تمام قوانینی که در طبیعت وجود داره رو داریم به میل و رفاه خودمون ازشون استفاده میکنیم یا ساپرسشون میکنیم یا سرکوبشون میکنیم. به بحث جبر و اختیار برگردیم، چه کمکی به این بحث میکنه؟ اینها نشون من گفتم که اختیار، یادتونه گفتم چی؟ نظر من اینه که جبر محدودیت هایی است که به ما تحمیل میشه. این محدودیت ها به وسیله قوانین طبیعی به ما تحمیل میشه. ما هر روز داریم قابلیت اینو پیدا میکنیم که در اون جایی که دلمون بخواد از قوانین طبیعی سرپیچی کنیم. این مغایر جبره. نه شما جبر رو نمیتونی اونجوری که خودتون میخوای تعریف کنید بعد ردش. جبر رو اونچنان که من تعریف میکنم شما باید رد کنید. این فالسی اینه که مثلا من یه اختیاری رو که شما نمیگی بخوام رد بکنم. خب وقتی شما یه اختیار رو یه جور دیگه تعریف میکنید، من اگر یه جور دیگه مطرحش کنم و رد بکنم که کمک نمیکنه. که ما که نمیگیم که بشر نمیتونه مثلا قوانین رو بشناسه، از اونها استفاده کنه، مثلا جاذبه رو فرض کنیم نمیتونه درک بکنه، نمیتونه نیروی بیشتری از جاذبه ایجاد بکنه و مثلا پرواز بکنه. اینا رو که ما جبرگرا نمیگه که، و جبر اساسا به این مسائل مربوط نمیشه. ما میگیم که یه قانون کلی وجود داره به نام علت و معلول. معنی خیلی سادهش اینه که هر رخدادی برآمد یه علته و بین علت و معلول، حالا هر چی که از شما هزار یک جور مثال میزنی. هواپیما یه معلول دیگه، یه علتی داره که هواپیما میره بالا. برای اینکه توضیح بدیم که هواپیما چرا میره بالا، علتها رو باید توضیح بدیم. نیروهایی رو که ایجاد کردیم، موتور ایجاد کرده و باعث شده که بر جاذبه غلبه کنه، اینا رو باید توضیح بدیم تا بفهمیم چرا این اتفاق افتاده. همه اینها خودشون
به یه زنجیره از علت و معلوله، هیچ چیزی علاوقتکی و شانسی نیست. همین هواپیما رو باید دقیق توضیح بدیم که چه اتفاقی میفته، یا بمب اتم همچنین. ولی هیچ کدوم اینا از اون زنجیره علت و معلول خارج نیستن. شما اگه بخوای اختیار رو توضیح بدی، اگر اختیار در این زنجیره قرار داشته باشه، از مفهوم اختیار یه لحظه فاصله بگید. X، اگر X یک رخدادیه که در دل این زنجیره قرار داره، پس باید پیامد علتهای پیش از خودش باشه. در نتیجه X برآمد و در کمند اون علت هاست. اگه شما بخوای جور دیگه توضیح بدی، باید بگی که X از کمند این علتهای پیش از خودش خارج شده. یعنی معنیش اینه که اگه اون علتها باشن، X میتونه باشه اگه خواست، میتونه نباشه اگه نخواست. بنابراین بین X و علتهای پیش از خودش هیچ رابطه‌ای وجود نداره. به محض اینکه رابطه‌ای رو شما بپذیری، معنیش اینه که X دیگه آزاد نیست از اون علتهای پیش از خودش. حالا اسم این X رو شما بذارید اختیار. فرض کنیم مثلا ما توی جهانی زندگی میکنیم که نمیدونیم اختیار یعنی چی. با یه آدم‌هایی روبرو شدیم به جای اختیار میگن X. ما ازشون میپرسیم آقا این X آیا برآمد علتهای پیش از خودشه یا اینکه نه آزاد از علتهای پیش خودش؟ این که به یه علت دیگه وابسته، این داستان رو تعطیل نمیکنه. هواپیما وقتی میره بالا از علتها آزاد نمیشه، به علتهای دیگه متوسل میشه. ولی در هر صورت این X اگر برآمد علتهای پیش از خودشه نمیتونه آزاد باشه، و اگه آزاد باشه معنیش اینه که بین علت و معلول رابطه‌ای وجود نداره. این رو شما باید توضیح بدید. اگه بتونید اینو توضیح بدید، اون وقت ادعای منو رد کردید، ادعای جبرگراهای کلاسیک رو رد کردید. بله، داستان علت و معلول همون بحثی هست که افلاطون درباره ازداد میکنه، درباره مخالف ها. افلاطون میگه که شما موقعی که یه مخالفی دارید، یه چیزی مخالف شما هست یا یه پدیده هست که مخالف یه پدیده دیگه هست، در این مخالفت رو مثلا منی که ذهن ساده تری از افلاطون دارم، ممکنه که به عنوان یک وجود مخالف و وجود دو جسمی که مخالف همدیگه هستن یا دو پدیده‌ای که مخالف همدیگه هستن رو، مثل علت و معلول رو، ممکنه که ما به طور مستقل بهشون نگاه کنیم. ولی در حالی که افلاطون میگه که مخالف در حقیقت از جنس مخالفش ساخته شده. علت و معلول مخالف نیستن، اتفاقا به هم مربوطن. نه دیگه، علت و معلول، علت به معلول میرسه و معلول برآمد علته. ولی دو تا موجود مستقل، یعنی علت نمیتونه معلول بشه. این لحاظ ذهنی و زبانی ما تبدیلش کنیم. ولی ما میگیم که در طبیعت یه فراینده، در هر لحظه اینا به هم مربوط میشن. اینجوری نیست که جدا از هم باشن، یه چیزن به یه معنایی. ولی موقعی شما درباره علت و معلول صحبت میکنین، معتقدین که مثلا اگر میگیم چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، یعنی ما از 90 باید بگذریم تا به 100 برسیم. ولی در اینی که 90 یک موجود مستقلی، 100 هم یک موجود مستقلیه که من و شما بحثی نداریم که در اینش ممکنه شما از 100 برین به 90 برسین، اشکالی نداره. چه از 100 به 90 برسین، چه از 100 که نمیشه به 90 رسید. یعنی چرا برعکس شما از معلول نمیتونی به علت برسی. آخه ببین شما یک موضوع زبانی رو مطرح میکنی که اختلال ایجاد میکنه. ما در طبیعت همیشه از معلول به علت میرسیم. اگر علت به معلول اگر از معلول مثلا به علت بخوایم برسیم، از معلول در واقع داریم به یه از معلول به عنوان علت داریم استفاده میکنیم که به یه معلول دیگه‌ای برسیم که حالا اسمش ما گذاشتیم علت. و حالا از معلول که نمیشه به علت رسید که. اینا بحثای در واقع لاجیکه. شما اگه بپذیرید که هر اتفاقی، هر رویدادی یک عاملی داره، یک علتی داره، معنیش اینه که علت، همون ضرورت علت و معلول یکیش هم همینه که علت همیشه پیشتر از معلوله. برعکس نمیشه تصورش کرد. بله، ببینید ما در دنیای فیزیک
تمام معادلات فیزیک که شما فکرشو بکنید مشخصات زمانی مکانی دارن و مشخصات مکانی دارن و مشخصات زمانی دارن، یعنی زمانی مکانی. تفاوت بین مشخصات مکانی و مشخصات زمانی اینه که در معادلات فیزیکی، در مهمترین معادلات مثل شرودینگر، شما اگر زمان رو ریورسش کنین، برعکسش بکنین، به جای زمان مثبت زمان منفی درست بکنین، این قوانین به خودی خود حاکمن، به هیچ وجه نقض نمیشن. موقعی که شما زمان رو نفی میکنین، موقعی که شما از علت به معلول میرین دارین به زمان مثبت نگاه میکنین، از معلول به علت میرین دارین به زمان منفی نگاه میکنین. قوانین طبیعت به ما میگن جسارتا حرف شما درست نیست. بحث علت و معلول یک منطق سوریه، مثلا تعریفی که ما از مثلث یا مربع داریم. یعنی اینا یه تعریفی که اساساً به قوانین طبیعت و این حرفا ربطی نداره که بخوایم مثلا با تعریف دیگه یک نتیجه دیگه بگیریم. مثل اینه که بله شما میتونید مثلث رو یه چیز دیگه تعریف کنید، ولی توافق اینه که مثلث رو اونجوری تعریف کنیم. اگه شما بخواید مثلث رو یه جوری دیگه تعریف بکنی وارد یه منطق سوری دیگه میشی. میشه اون منطق سوری رو پذیرفت، ولی دلیلی نداره منطق سوری که داره کار میکنه و همه میفهمن بخوایم عوضش کنیم. بله ولی شما فکر بذارید مثال ساده تری بزنم، معادله شرودینگر بذاریم کنار. فرض کنین که شما یه توپی رو میزنین روی زمین، این توپ میخوره زمین میاد بالا. شما به عنوان نظاره‌گر به نظر شما میرسه که دلیل اینکه این توپ به زمین، به نظر شما میرسه که زمین ثابته و این توپ داره بالا و پایین میره. در صورتی که اگه ما یه نظاره‌گری رو در درون توپ بذاریم، اتفاقی که به نظرمون میرسه اینه که زمین داره هی میره بالا پایین، هی میخوره به این توپ و زمین، این توپ داره زمین رو هی میبرش پایین. حرف شما درسته، ولی به بحث من، به بحث جبر و نه، به علت بحث و معلول ربطی نداره. بحث علت و معلول فراتر از این بحثاست. یه نتیجه گیری مشترک بعد از این بحثاست که بالاخره هر جور که ناظر نگاه کنه علت و معلولی وجود داره. بالاخره باید توضیح بده که علت این کار بر اساس اون چه که ناظر، حالا هر کس هست، چیه. نمیشه علت و معلول رو و ضرورتش رو انکار کرد. ناظرها رو میشه تغییر داد، توضیحا رو میشه عوض کرد، ولی ضرورت علت و معلول رو نمیشه انکار کرد. علت و معلول، دلیل این ایمان بسیار پایدار شما به علت و معلول به خاطر اینه که شما در حیطه دنیای زمان مثبت محصورید. اگر من بتونم شما رو از زمان مثبت به زمان منفی برم، تمام علت ها معلول و تمام معلول ها علت میشن. بنابراین هیچ فضیلت خاصی متوجه علت، رابطه بین علت و معلول نیست، به جز اینی که در بند زمان مثبت گیر کردن. ولی این در بند زمان مثبت گیر کردن اون چیزی هست که در مقیاس‌های بسیار بسیار ریزتر ما می‌بینیم که پدیده ها در بند زمان مثبت گیر نیستن. همونطوری که برای شما معادله شرودینگر گفتم. معادله شرودینگر مثلا اگه ما دو جسم رو، یکیشو شما فرض کنیم یکیشو من فرض کنیم، هیچ کدوم از معادلات شرودینگر به من و شما کاربرد نداره، ولی درباره تمام ذراتی که شما رو میسازه و ذراتی که منو میسازه معادله شرودینگر واقعیت داره و واقعیت ذره، ساختار بدن ما، اجزای ساخته شده بدن ما و اون قانون نامرتبط بودن، مثبت بودن زمان یا منفی بودن زمان براشون حاکم هست. بنابراین شما میبینید که علت و معلولی که ما رو اینجوری در دام انداخته به خاطر اینی که ما داریم به ابعاد بزرگ یا اجسامی که به نظر میرسه قوانین علت و معلول در دنیای زمان مثبت برشون حاکم هست، ما به اونا اهمیت میدیم و درباره اونا داریم صحبت میکنیم. اوکی، آخر برنامه است. بذارید جنبندی کنم. من با توضیحات شما مخالفم، ولی فرصت نداریم بهش بپردازیم. ولی فرض بگیریم حرف شما درسته، یعنی من بپذیرم که میتونیم قانون علت و معلول رو بشکنیم، برعکس اون چیزی که قدما فکر میکردن. یعنی برای شکستنش احتیاج به دوگانه انگاری نیست. بحث‌های علمی امروز میتونه نشون بده که ما میتونیم بشکنیم. بحثی که قبلا کردیم بازم کافی نیست، چون اگر اینجوری باشه تهش اینه که انگار اتفاقی علابختکی یه جایی میفته. خب این که باز اختیار به وجود داره. اختیار یه چیزی بیشتر از اینه، یعنی ذهن ما باید یه جایی بتونیم این
قانون علت و معلول رو بشکنیم و به جای علت خودمون علتش بشیم. این رو چگونه باید توضیح بدیم؟ یعنی شما باید توضیح بدید که من میگم داده ها علت رو تبدیلش میکنم به داده ها، مجموعه داده هایی که شکل گرفته و باعث میشه من تصمیم X رو بگیرم. این تصمیم X برابر داده ها و داده پردازه. شما اگر اینا رو بخوای انکار بکنی باید یه چیز دیگه رو بتونی تعریف کنی که به من یا به شما امکان میده بر علیه داده ها و داده پردازها تصمیم بگیری و کودتا بکنی و نه تنها الا بختکی بلکه آگاهانه، یعنی بفهمی داری چیکار. این غیر ممکنه. چگونه ممکنه؟ بله ببینید، من همونطوری که در رابطه با مثال هواپیما گفتم، ما لزومی نیست چیزی رو انکار کنیم، مهم اینه که بر علیهش عمل کنیم، اونم در یه حیطه‌های خاصی. هواپیما فقط در حیطه این شیء خاص میتونه ثابت بکنه که یک جسم سنگین تر از هوا میتواند پرواز کنه. همین. بنابراین اینجا میتونین شما بگین که بر اساس مهندسی یک هواپیما جاذبه زمین رو سرکوب میکنه و در عدم وجود دستگاهی که طراحی شده باشه که جاذبه زمین رو سرکوب کنه، انکار کنه، سرپیچی کنه ازش، اون قانون عام که اجسام نمیتونن پرواز بکنن، تا اجسام سنگین نمیتونن پرواز بکنن، واقعیت پیدا میکنه. و در مورد همین داستان علت و معلول هم دقیقا همینه. من هرگز منکر اینی که قوانینی که بر ما حاکم هست نیستم، ولی من دارم به شما میگم که تصمیم گیری انسان در مقیاسی از علم، در مقیاسی از نوروساینس در ذهن انسان انجام میگیره که اون مقیاس الان امروز پدیده‌هایی کسانی هستن که دارن روی این پدیده‌هایی که مثلا پدیده‌هایی مثل هوشیاری، آگاهی، پدیده‌های کوانتوم مکانیکی هستن و تصمیم گیری ما مجزا و مستقل از هوشیاری ما نیست. ما باید هوشیار باشیم که بتونیم تصمیم بگیریم. اگر هوشیاری ما یه پدیده کوانتوم مکانیکیه، چطور میتونه تصمیم گیری پدیده کوانتوم مکانیکی نباشه؟ یعنی 100% باید پدیده کوانتوم، یعنی به خاطر وابستگیش به کانشسنس و با چیزایی که خودتون مطرح میکنید رد میکنید. من که هوشیاری رو رد نمیکنم، ولی هوشیاری رو هم چینشی از همون ماده در مغز میدونم که یک به داده ها قابل فروکاهیدنه. اون داده ها تعیین کنندن. شما باید توضیح بدی یه چیزی غیر از داده ها. اگه اسم دیگه روش بذارید مشکل حل نکردید. من نباید توضیح بدم چیزی غیر از داده ها وجود داره. من به داده ها اعتقاد دارم، ولی آن چیزی که شما میگین، ببین یه چیز ما یه برنامه مستقل در رابطه با داده ها داشتیم و اونجا فکر کنم که من به خوبی به اندازه کافی توضیح دادم که من معتقدم که ما نمیتونیم داده ها رو انکار کنیم. داده ها تصمیم گیری میکنن درباره، ولی دقیقا همون جایی که ما به توهم جبر میفتیم، اون جایی هست که بدون اتکا به داده ها این تصمیم گیری رو میکنیم. هیچ داده‌ای به ما تا حالا نشون نداده که ما در کمند جبر هستیم. در کمند داده بودن با در کمند جبر بودن دو چیز کاملا مجزا از هم دیگه هستن. ما یه برنامه 1 ساعته دربارش داشتیم. اوکی، وقتمون تموم شده. بذارید با این جنبندی شما این گفتگو رو به پایان ببریم. این ماراتون به این آسونی‌ها به تهش انگار قرار نیست برسه. برای شما آرزوی سربلندی و شادی میکنم. بدرود. منم برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. روز روزگار به شما خوش.